تو جدارای من جدا نمشنم من رو من صدا بهتر از جان اما همیشه درد Сегодня у вас большой день исторический день. Я желаю, чтобы этот день действительно был исторический, потому что столько трудов, я это все понимаю прекрасно. И желаю новым радио, новые проекты, чтобы всегда удача сопутствовала вас и новых вещей. دوستان عزیز پروردگار سلام و درود میگیم با کلی نفرانی که در موج رادیوی نو پیگیری این چورابینی بسیار هم با شکوه هستند. مخصوصا خانه نو در رادیوی نو ما نامگذاری کردیم نوسیل به قول دیگر میگویند و عین زمان مهمانی بسیار هم مال قدر ما برادر عزیزی ما برادری که همیشه صدایش در موج رادیوی نو هست و این برادر در برابر بسیار هم سراینده خوب بودن، بسیار هم صدای خوب داشتن، هنر بسیار هم خوب هم دارد، پرودوسر بسیار هم موفق در ساحه سینما، هنرمند بسیار هم موفق در ساحه سینما و واقعا هم الکه این چهره که ما و شما این زمان برای شما معرفی کرده ایستادیم و پهلوی ماست، دوستی همیشگی رادیوی نو است. برادر عزیزی ما امروز قرار دارند در صحنه رادیوی نو سلیمان سفرов یک جای استقبال میگیریم. براو. سلام علیکم. سلام علیکم قندیل جان، تشکر زیاد برای دعوت کردنتون. مبارک باشد. سلامت باشید. در جای نو با رادیوی نو. سلامت باشید. سلامت باشید سلیمان جان. شما رو پیش از همه بار دیگر خوش آمدید میگیم بر رادیوی نو و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. البته از نام تمام شنونده ها همیشه پیامک های بسیار هم خوب و خوش از طرف شنونده ها برای شما میآید و امروز هم برای شنونده ها چی گفتنی دارید میتوانید مرحمت پخش مستقیم در اختیار شماست. سلامت باشید. تشکر زیاد برای چنین فرصت. با تماشاگران عزیز چنین گفتنی هم که همه وقت با رادیوی نو باشید، زیرا در رادیوی نو سرودهای جالب، سرودهای من بسیار پخش میشود. بله البته. و تمام برنامه‌ای که رادیوی نو آماده میکند همه برنامه‌های جالب است. و دوستان عزیز یک چیز دیگر رو میخوام برای شما تمنا کنم که همه وقت باید طبیب والیده داشته باشید و همه وقت نصرانیتون خوب باشد و اگر خوب نباشد رادیوی نو رو گریان کنید و حتما نصرانی شما خوب میشه. البته با کفالت‌های بسیار هم خوب در موج 95.5 FM واقعا هم پیگیر باشید و تا اینکه تبتون بریده شود. فکر میکنم شنونده های ما همیشه تبشون بریده است و مخصوصا بریده تر می شود در هنگامی که صدای سلیمان سفرов را بشنوند. اگر که سلیمان سفرов به در ما آمدند، به خانه نو ما آمدند، چون این در ما برای دوستان چندین مرتبه هم تکرار هم شود میگیم که یعنی در ما بسته نیست، همیشه گشاده است، به تق تق میتونید که وارد شوید و سلیمان رو ما فکر میکنیم که به توفه نامده است اینجا. همین خیلی است؟ بله بله. و اگر که توفهتون همراهتون باشد ما دیده ایستادیم و بیاید یک جای میشنویم. سلامت باشید. پس 2 1 0 شنوندگان عزیز، دوستان عزیز استقبال میگیریم سلیمان سفرov در موج رادیوی نو 95.5 FM. رفتیم. 1 2 هواله هوا زان کوزه ایمای که نیست در وی زرره پر کن قده بخور با من ده دیگره زان پشتره زنم که در ره گذره خاک منو تو کوزه کند کوزه گره زان پشتره زنم که در ره گذره خاک منو تو کوزه کند کوزه گره
شب باقی جامه با من آورو غنیمت میدان این یک دم نقدرا و فردا باقی جامه با من آورو غنیمت میدان این یک دم نقدرا و فردا باقی ساقه تو بیا بر خانه من پر کن تو قدم جانانه من ساقه تو بیا بر خانه من پر کن تو قدم جانانه من ای مطرب خوش جنگه بنواز تا تار زند مستانه من ای مطرب خوش جنگه بنواز تا تار زند مستانه من تا تار زند مستانه من ساقه تو بیا بر خانه من پر کن تو قدم جانانه من ساقه تو بیا بر خانه من پر کن تو قدم جانانه من ای مطرب خوش چنگه بنواز تا تار زند مستانه من ای مطرب خوش چنگه بنواز تا تار زند مستانه من تا تار زند مستانه من تا تار زند مستانه من سلامت باشه براو любим новое радио Хубонжон муборак бошад Қандилҷон муборак бошад мы вас очень любим мы всегда рядом с вами всегда саломат бошен